سلام آقایان گرامی. خب آقا بچه نگاه کن، مطمئن نگاه کن. شما این آیرون گلمو چی و رقصون رو دیدید که بیشتری تو موبایل یاد نمیدن، مگه نه آقای کلیپر؟ مگه نه؟ رفت. نگاه کن حالا ما که تو موبایل هم که یاد نمیده، ولی آقا رسول یاد داد و دمشم گرم. اگر تونست زیر این ویدیوی کامنتی بذار. آقای چی نگاه کن، دیدید که مثلا اینو این تکون میخورن، این دوتا هم با هم دیگه تکون میخورن. من اصلا هر ویدیو دیدم اصلا یادش نگرفتم چون که تو حافظم نبود و اینا، ولی یه چیزی پیدا کردم که خودم ساختمش و این دوتا فقط تکون میخورم ولی باحاله. حالا من برای چی این آجورا رو گذاشتم؟ تا دستم و دستکش دیده نشه. نکن این بی کلاسشه با بلاک آیرون و چوب، این با کلاسشه با بلاک نظرایت و دایمه. حالا چجوریه؟ بیاین بهتون بگم. تنها وسیله‌ای که میخواین یه دور ردستون رپیتر که اسمش هم درست، حالا هر بلاکی که باشه پایین آیرون گل درست کنیم، من همون آیرون معمولی نه اسپیکی نمیدونم پیستون نه قاطی کردم. یک رو اینا برمیداریم، بعدشم ابزرور و کدو کی و ردستون، اینم ردستون، اینا بلکن. حالا یه آجرم میخوام که اون برش بپوشونمش. ما مثلا کابلستون که نمیدونم اسمش کابلستون یا نه، بگین دیگه خودتون. خب نگاه کن، برای این اول ما مثل همون طبق همشون این استیکی پیستول الان یادم آمد میذارید اینجا، بعد آیرون گلمتون رو میسازید. حالا من یه کاری کنم که این آیرونش اسپان، یعنی خودش اسپان نشه. اسپان شد نکن تو برو گمش. اصلا آیرون نمیذاریم، دایمن میذاریم با کلاستر. چی شد؟ چی اومد اونجا؟ خب داشتم میگفتم اینو میذارید، اینو بکنم، اینا رو این کارا رو چی کردین؟ کار به اون دقت نکنید، این کار اولیشه. خب حالا ما میایم اینجا کابلستون، هر بلاکی میتونید بچه، من دارم با این استفاده میکنم. 4 تا بلاک میاید به این صورت، بعد باز بکنیمشون، بعضیشون البته. یه دونه این اینجا، یعنی اینو فقط یه دونه ابزرورا رو به این شکل. نه نشد، باید به این طوری بذارمش، این به این شکل. خب ما الان این بالایش رو زدیم، ترپدور میخوایم، یادم رفت. حالا به جز ترپدور هم شاید شما یه چیز دیگه هم بلد باشید. میخوایم که بریم پایینش واسه اون بوندر کریکینگ هم دقت نکنید. ما الان این بالاش رو ساختیم، میایم اینو میزنیم. حالا خودمون میریم زیر این بلاک ها رو میکنیم. نکن اینجاش اینا میافتن پایین، ولی باز ما میایم بالا، اینجا رو میبندیم. ردستون یکی دیگه و این ردستون رپیتر مونه، برعکس گذاشتم. ردستون رپیتر مونه به این شکل میذاریم. ردستون رپیتر برای اینکه سرعتش بیشتر باشه، اگر میخواین هم میتونید نذارید. حالا ما این طرفدار رو میکنیم، حالا میتونید بذارید. ما اینو میذاریم اینجا، میریم پایینش، این میریم پایین. حالا یه دونه ردستون، نه اشتباه گذاشتمش، که ردستون رپیتر
دوتا از این. حالا دیگه ابزرور نمیخوایم چون که ابزرور بالا به این سیگنال میرسونه. این بلاک هم درستش میکنه. خب الان نکن شما درستش رو کردید کاملا همه چیز سر همه. خب این کلا درست شد. اما ما میخوایم که اینجاش هم بپوشونیم دیگه. این دم و دستگاهش هم بپوشونیم دیگه حتما مثل اونا بشه. حالا فقط واسه این کار میاید با بلاک استلتون یا هم با بلاک دایموند هم بخواید میشه. میاید اول این بالاشو میبندید. مثل یه دونه بمبونبینی گوزینی. بمبونبینی گوزینی چی؟ بمبونبینی بمبونبینی بمبی گوزینی. پتا بیم بیم پتا بیم بیم پتا بیم بیم. توم 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 سحور. کاپوچینو اساسینو کاپوچینو اساسینو. بعدش چی بود؟ کاپوچینو اساسینو کاپوچینو. لاباکا ساتونو ساتونیتا ساتونیتا. فولی فول. نه بعدش فولی فولا بود. فولی فولا فولی فولا فولی فولی فولا فولی فولا پنگوانی لب 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 لب. لاباکا ساتونو ساتونیتا ساتونیتا ساتونیتا. خب دیگه لازم نیست بخونیم. الان آماده است. به این شکل به همین زیبایی به همین آسانی اینجاش هم اینطوری کنید که دیده نشه. بمبینی بمبینی بمبیوزینی. اینو هم بکنیدم مشکل نیست. فقط اینو برای خوشگلیه. اینا در از تکون میخورن. بمبینی بمبینی بمبیوزینی. پتا بین بین پتا بین بین. یعنی از این ساده تر ممکن نمیشه. ممکن نیست. ترپدور هشما ما ترپدورم بوشه نشد. این با ترپدورم کار میکنه ابزرور. این پشت رو یادم رفت. اینم زدم. آره این پشت کنم یادم رفت. برای اینکه این پشت دیده نشه لازم نیست فقط یه بلاک میذارید. کلا یه ردیف دیگه هم میذارید. به این شکل. الان تنها چیزی که دیده میشه این آیرون گولمه که شما ساختید. البته دایموند گولم. این تنها دایموند گولمه که شما ساختید. من دارم شکم میزنم بکم میزنم. پیچک 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 پیچک. تکونش داد. وچق وچق وچق. الان من این اینجا بذارم خرابش میکنه. وچق وچق. ولی استون تکون میده به خاطر اینکه اینقدر قدرت نداره که استون رو بکش کنه. ولی کی الان کدو رو زد. آیا سب کن ما چهره اونو عوض کنیم خوشگل تر بشیم. الان من ویدر اسکلتونم بچه. میخواستم درت بیارم. الان کدو رو زد. درت هم میزنه. آخه درت هم ضعیفه دیگه. ما از این درت نه این که این درت معمولیه. اون درتی که روش چمن است. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. یعنی تو یه دونه کدو بذاری یه دونه درت هم بذاری کدو ازش سایز داره. بچه نکنید چون کریکینگ سب کن بیرم. من به این هیچ وقت دقت نکردم. ما کریکینگ بذاریم آرون گولم کریکینگ هم میزنه. بریم تستش کنیم. حالا لازم نیست 300 بریم از اونم بگیریم. میایم این درت چوب 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 از اینا میذاریم.
بوم بوم بینی بوم بوم بینی پیوزینی پاتا بیم بیم پاتا بیم بیم پاتا بیم بیم اینجا میگم کریکینگ اسم شد داره میزنتش پشمام. این کریکینگه کلا اصلا نفت این خیالش هم نید چون که اینجا نمیره. فکر کنم این چی بشه اینقدر از این دور بشه که بعدش بمیره. اینا باز فکر کنم یکی دیگه اینجا اسپان شد. اینا اسپان شد. بام بام بیری آیرون گلبه مرد. این جوره نمیره. بام بیری بام بیوزیری لا بزن روی نمیمیره. داشتم میگفتم توی توپ قوی تر بهش یه ذره اکسپی داریم. این گناه داره. واه بینگو بینگو بینگو. من دارم اکسپی ولی خب اگه آموزشم رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید تا امیر مستر جانم خوشحال شه. او من اینجا انداختم اندرمن نگاه بکن بچه. این ماینکرافت بدراک واقعا ناعادلانه است. تو الان میتونی از اینا رو تو دست چپت نمیدونم و سیر دیگه آیتم دیگه ای نمیشه. این سیر رو میتونی بگیری هر سیری ولی آیتم دیگه ای نمیشه. خدا توی ماینکرافت جاوا میتونید تورچ بگیری ولی اینجا نمیشه. حتی شمشیر چیزی هم نمیشه. بچه من تست کردم. اوه اسکلتون سب کن نگاه کن اسکلتون بیا با هم مذاکره کنیم. تو چرا ویلیجر رو میزنی؟ سگا با تو دشمن نخواد چون که استخونی یه بار مردی ولی چجور بازم میمیری؟ اوه نرو کسافت نرو میگم تو یه بار مردی. اصلا بو چه ربطی به تو داره؟ چه اصلا بو میگیری؟ رفت این برای چی روشن شده؟ میخواستم کریکینگ رو اینجا بندازم تو وید. بچه اینطوری میشه که فکر کنم تو ماینکرافت جاوا اینطوری که این کریکینگ ناپدید میشه. و من کریکینگ انداختم تو این مرد بعد یکی دیگه اسپان شد. یکی دیگه اسپان میشه تو ماینکرافت جاوا ولی میمیده کلا رو ریدنشم. چرا 2 تا کریکینگ اسپان شد؟ 2 تاشم اوه یکی واسه اونه یکی واسه اونه. بابا من غلط کردم نمیخوام. XP. خب بچه خود تنها چیزی که من میخواستم به شما بگم اینه. بس عوض شد. اینه آموزشش هم که بهتون دادم و فکر کنم یادتون رفت ولی خب قشنگه دیگه. خدایی اگر تو کامنت رو بهش نمره بدین دیگه. خدافظ.